عطف جنگ جهانی دوم در غرب اروپا. خب اینجا کشورهای آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه آزاد و تقریبا همه ملل آزاد در بریتانیا مستقر بودن در صدد آزاد کردن غرب اروپا. پایه بود که قرار به کاله حمله بشه چون خیلی نزدیکه. منتظر این رای میندازن. به جای کاله میگن ما به نورماندی حمله میکنیم، ولی یه کاری میکنیم که آلمان فکر کنه حمله به کاله است. اقدام اول به وجود گذاشتن یک سری تانک‌های بادی تو دوور انگلستان بود. این تانک‌ها از دور شکل تانک بودن ولی درست بادکنکی بیش نبودن. سمت دوور گذاشته بودن که اگر مثلا یک آلمانی از اون ور نگاه میکنن یا هواپیما را فکر کنن حمله به کاله باشه. گروزنی آستراخان. میکوب و گروزنی که شوروی با روش سرزمین سوخته از بین میبره، این منابع رو از بین میبره که آلمان بهش رسید چیزی نباشه، میمونه آستراخان. میان آستراخان یه ارتش بود، ارتش ششم آلمان. میان ارتش ششم